درود دوستان، 2 روز دیگر باقی مانده است برای مسابقه لیگ ACA در مسکو و در این مسابقه 5 ورزشکار تاجیک، 5 ورزشکار بهترین تاجیکستان مبارزه خواهند کرد و شروع میکنیم از حفیظ ساقیبکوف. حفیظ ساقیبکوف باید این محاربه رو در این محاربه دست بالا شود، چون که اون خیلی ورزشکاری جالب است و او حتی در فکر من در مسابقه قبلیش $50,000 گرفته بود برای همون محاربه بهترین نشان دادن. راستو خیلی خوب جنگ میکند و انشالله ما امیدواریم که روزی جامعه حفیظ ساقیبکوف دست بالا میشود. اسکندر محمدعلیف با حریف برزیلیایش و میخورد و ما امیدواریم که اسکندر محمدعلیف دست بالا میشود. اگر اسکندر محمدعلیف دست بالا شود، در او در همون سرخطی 10 یا که 5 ورزشکارای بهترین ACA میافتد و ما امیدواریم که سال آینده اسکندر محمدعلیف برای کمربند لیگ ACA جنگ خواهد کرد. ما امیدواریم که اسکندر محمدعلیف دست بالا میشود روز جمعه، چون که او همیشه در قفقاز در داغستان زندگی میکند و در اونجا تمرین میکند و همون لیولش، همون او روینش خیلی بالا رفته است و ما امیدواریم که او برزیلیایی رو روزی 5 دکبر شکست میدهد. دوستان، مبارک شویف ورزشکاری نوباختی تاجیک، یگان بار باختگی نیست و حریفش هم خیلی قوی است از قزاقستان، دورین یرمیکوف. و دوستان ما امیدواریم که مبارک شویف دست بالا می شود و شاید که سال آینده او هم برای کمربند در لیگ ACA بجنگد. چهارمین ورزشکار اوسیمخان رحمانوف. اگر جنگ اوسیمخان رحمانوف جنگی پرتندنتی است، جنگی برای قهرمان شدن. اگر اوسیمخان رحمانوف حریفی شکست ناپذیر برزیلیایش رو شکست دهد، اوسیمخان رحمانوف جنگ نوبتی خود رو برای کمربند ACA خواهد کرد. این خیلی جنگ مهم است برای اوسیمخان رحمانوف و ما امیدواریم که اوسیمخان رحمانوف روزی جمعه، روزی 5 دکبر دست بالا می شود. و فریدون عادیلوف هم اگر حریف خودش رو، حریف آذربایجانی رو شکست دهد، حتما جنگ دیگری او، جنگ آینده او برای کمربند خواهد شد، چون که این هم مسابقه فریدون عادیلوف هم این هم برای کمربند، برای پریتندنت شدن برای کمربند لیگ ACA. دو تا اوسیمخان رحمانوف و فریدون عادیلوف اگر اونو برند، اونو باید که جنگ دیگریشون رو برای کمربند خواهند کرد. برای همین دوستان، حفیظ ساقیبکوف، اسکندر محمدعلیف، مبارک شویف، اوسیمخان رحمانوف، فریدون عادیلوف، این 5 تاپ جنگاورای بهترین تاجیکستان هستند که ما رو انشالله روزی جمعه خوشنود خواهند کرد و انشالله که ما دعا میکنیم که اونا دست بالا شوند و این برای ورزشکارای تاجیک این یک در تاریخ میماند، چون که من این یکم بار است که این در لیگ ACA 5 بهترین ورزشکار تاجیک در یک شب جنگ خواهد کرد. دوستان دعا کنید که ورزشکاران تاجیک دست بالا شوند و نویسید در کامنت‌ها که شما کی رو دستگیری میکنید بسیارتر، در ورزشکاری دوست داشته شما کی است و کی دست بالا میشود، کی بسیار شانس دارد که دست بالا شود. ما امیدواریم که همه ورزشکاران تاجیک دست بالا میشوند. این برای این یک تحفه بهترین میشود در آخر سال برای فنات‌های MMA تاجیکستان. دوستان در کانال مشتی تاجیکی ابونه شوید. 5 دکبر با هم مسابقه رو تماشا میکنیم و من نتیجه این مسابقه رو روزی 6 حتما به شما میرسونم. در کانال من یک بار دیگر ابونه شوید. خدا یار و یاورتان باد.